2 3 سلام دختر خودم. حمید بابا اومد. حمید اومدم. سلام. 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 کجایی مادر؟ مردم از دلواپسی. سلام اکرم. سلام. چطوری بایی؟ خوبم. تو چطوری؟ الحمدلله. چطوری داری؟ چیه اخ کردی؟ بد اخلاق. حالا بیان یه لقمه غذا بخورین. چطوری دی؟ شد مادر. مامان گرسنمه. چرا اینقدر دیر کردی؟ نگران نباش، پرواز 2 ساعت تأخیر داره. واسه چی؟ ایوا چی شده؟ هوا که صافه. نکنه چیزی نیست مادر. اکرم همه چیزتون حاضره؟ آره. اینا چیه؟ یه خورده پستو گاز گرفتم ببری برای مرسی. حمید دیر بیا. شد مادر. بیا غذا مدارکتون رو برداشتی؟ آره فقط پرونده حمیدو پیدا نکردم. یواش ترمز. بس که اوقات سلام تلخه. پسر گلم. منم میخوام با شما بیام. من که باهات صحبت کردم. تو نمیخوای پای داداش حمیدت خوب بشه؟ من گشتمه. آوردم مادر جون. اینم پروندهش. پیدا کردی؟ آره. نگاه کن. شده مثنوی 70 من کاغذ. شهر باختران را با 5 فروند هواپیما مورد حمله قرار داد که در اثر آن چندین خانه مسکونی و محل کسب مردم بیگناه تخریب شد. در این حمله وحشیانه 21 نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند. ضمناً با آتش پرحجم پدافند هوایی چشمم روشن. یک فروند از باز که سیگار کشیدی. هدف قرار گرفت و افسر مگه تو به من قول ندادی؟ قرارگاه خاتم الانبیاء شما که دارین پس کی میخواد به این گلدونا برسه؟ مادر من که از دست ناصر کلافه شدم. با گلفروش سر خیابون قرارداد بسته. چی شده؟ مادر جون اقلا صبر میکردی سر سلاحا بخوابه بعد بچه‌ها تو رایی میکردی. خیلی پس نباش مادر. امنیت پرواز برای همه هواپیما تامین شده. Attention, vol 315 d'Air France en provenance de Pékin, Istanbul vient d'atterrir au port numéro 12. Attention please. Air France flight number 15 from Peking, Istanbul just arrived at gate number 12.
دیگه استراحت کن. Bonsoir, Magie. Comment ça va? Bonsoir, mon petit garçon. Comment ça va? Bonsoir, Akram. Bonsoir, madame. Son fils Hamid. Et voilà خیلی monsieur خوشبختم. Michel et madame Madame. Rousseau. خیلی از زیارتتون خوشبختم. Madame Magie a souvent parlé de vous. Tiens, de beaucoup. Merci bien, merci. خدا Au revoir. Merci beaucoup monsieur. À bientôt. خدا Vous savez, la campagne électorale, depuis un an, plus exactement depuis 28 jours, a commencé. Mon confrère du اینم journal, خونه دایی dans un مجید. article fort détaillé, a expliqué pourquoi les candidats Giscard به به چه خونه شیکی. قابلی نداره. همش متعلق به مادام و مسیو Les روسو. candidats socialistes, par contre, se préparent pour des défenses. علاقه زیادی به منم هم اتاقیم دارن. Chers téléspectateurs, هم اتاقت کجاست؟ maintenant, رفته وین nous mettra تا 2-3 هفته دیگه برمیگرد. اینو چه صدایی داره؟ این پیرزنه اینجا چیکار میکرد؟ میاد تلویزیون تماشا میکنه. سر دیدن برنامه‌های انتخاباتی با هم دعوا دارن. مسیو روسو گلیسته، مادام سوسیالیسته. تازه با هم ازدواج کردن. آه چه جالب. دایی جان تو چرا حرف نمیزنی؟ مامان این کتاب چه قشنگه. از اینجا خوشت میاد؟ آره خیلی. خوبه؟ دایی اینا رو شما کشیدین؟ کدوما رو؟ اینا رو. آره دایی اینا مال نقشه کشیه. United States, in spite of using all advanced armaments and aircrafts, at last surrendered. This historical defeat was in fact due to lack of motivations in American armed forces and in one word, American people. Now, years after the end of war, still horrible roar of explosions is heard in the air. همونطور که در فیلم دیدیم و طبق تحقیقات دانشمندان آمریکایی ثابت شد که ضعف روحی و ناهنجاری های مفرط و فزاینده در اکثر خلبان های آمریکا یکی از علتهای شکست این کشور در جنگ ویتنام بوده. ببینید وضعیت یک خلبان از لحظه‌ای که استارت هواپیما زده میشه و درب کابین پایین میاد درست مثل لحظه‌ای که یک هنرپیشه قرار پا روی صحنه نمایش بگذاره. فراموش کردن تمامی خصوصیات فردی و شخصی و فرو رفتن در کالبد فیزیکی، درونی و روانی پرسوناژ نمایش رعایت کنه. برای یک خلبان ترسیم شدن مشکلات شخصی و داشتن تعلمات روحی به هنگام مواجهه با دشمن در حکم یک فاجعه است. ما در جلسه فردا عوارض ناشی از عدم توازن روانی بر روی سیستم‌های مختلف بدن به هنگام پرواز رو با هم بررسی خواهیم کرد. من دیگه عرض ندارم. اگه سوالی دارید خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید جناب سرگرد. بله. اگه راکت هواپیمای شما موقع عملیات فایر نشه چه حالت روحی به شما دست میده؟ من تا حالا تمام راکتام فایر شده. فرضاً اگه شلیک نشد فکر میکنم بشه یه کاری کرد. البته بستگی به سوژه داره. یک راکت هست که هیچ وقت قفل نمیشه و قدرت انهدامی شدیدی هم داره. چه راکتی؟ خود هواپیما. La moelle épinière est atteinte, d'où la paralysie. دایی جون باید برم دانشکده عزیزم. گرفتارم. دیگه کاری ندارین؟ نه میریم خونه. دکتر چی گفت؟ هنوز هیچی معلوم نیست. اول باید نتیجه آزمایش مشخص بشه. کی عملش میکنن؟ خب در مورد عمل کمیسیون باید تصمیم بگیره.
خود دکتر هیچی نگفت؟ پروفسور خیلی امیدواره. تشنت نیست دایی جون؟ چرا؟ آب پرتقال دوست داری؟ اینجا بهش میگن اورانژه است. خیلی خوشمزه. دیره شده؟ نه نیم ساعت وقت داریم. از خونه تا دانشکده راهی نیست. بله جناب اوامرتون اطاعت بشه. سلام بفرمایید. سلام مخلص. بفرمایید. اینم مال شما. امروز چندومه؟ 18. کافو چند بزنم؟ بزن 9:30. برای گفتگو چنل 5 انتخاب شد. بفرمایید. آره. بله تشریف دارن گوشی. جناب سرگرد با شما کار دارم. با من؟ بله. خیلی ممنون. الو بفرمایید. سلام داداش. آره خودم هستم. حالت خوبه؟ خوبه سلام میرسونم. مریم چطوره؟ حالش خوبه؟ آره اینجا پیش من وایستاده. اشتباه نمیشتی که. خیلی خوب گوشی رو بده به مریم. مریم بگی باباست. الو بابا سلام. سلام دختر خودم، حالت خوبه؟ بابا چرا نیومدی منو ببری؟ دلم واسه مامانینا تنگ شده. راستی هم اگه خانمت مریضه بچه رو پیش کی گذاشتی؟ گوش کن من الان کار دارم. شب میام خونه مادر بزرگ، با هم میریم خونه خودمون. به حمید و مامان تلفن میکنیم باشه؟ Bonjour. Il fait beau aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça va? Merci bien. Bonjour madame. Bonjour. Voilà un magazine pour vous, chère madame. Merci, vous êtes gentil. Je vous en prie. C'est une bonne journée aujourd'hui. Surtout que les socialistes ont gagné. Alors vive les socialistes. Hamid. Hamid جان. اکرم. هی مریم جان حالا میخوای به مامان چی بگی؟ میگم سلام. فقط همین؟ باید سراغ حمیدو بگیری و از خالش بپرسی. اینم خونم. بابا دلم زوق زوق میکنه. باز چی بابا؟ واسه این مامانینا. خب الان بهشون زنگ میزنیم دیگه. بذار کاپشنت در بیارم. حالا برو عروسکیت بخواب باشه؟ باریکلا. خوابوندی؟ بله. باریکلا.
دیگه. آزاد نمیکنه. چرا دیر اومدی؟ حتما مامانینو خوابیدن. عزیزم اونجا الان سر شبه. پس چرا نمیگیره؟ بیا اصلا خودت بگیر. ببین بابا این شماره این و اینو بگیر. اگه بغبغ نکرد منو صدا کن. باشه؟ باشه. بابا بغبغ میکنه. دوباره بگیر. آب میخوری مریم؟ نه. بابا زنگ میزنن. کیه؟ 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 D'entrée virtuelle, pianistes qui sont de variété, nous étions passés un peu brutalement peut-être, mais là, à vous de juger, nous étions passés à Jean Sécurel, accordéoniste, گوشی رو نگه دار. et tout précisément encore de sa bonne province d'Auvergne. Et puisque nous voici folgorisants, un petit coup d'oreille sur un 45 tours signé la خوب گوشتو با کن. de la musique de l'air. طبق قرارمون سعی کن خلاصش کنی. الو توی مجید؟ آره سلام. حالت خوبه؟ آره خوبم. تو چطوری؟ اول بگو بچه ها کجا؟ همین جان حالشون خوبه. فعلا جای نگرانی نیست. قضیه چیه مجید؟ چه اتفاقی افتاده؟ گوش کن برات میگم ناصر. فقط خواهش میکنم خونسرد باش. بگو گوشم با تو. مجید حرف بزن. الو مجید حرف بزن. الو صدا تو نمیشنوم. الو 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 اگه شما قرار نبود بخوابی شما با کی حرف میزدی؟ با دایی مجید. چرا قطعش کردی؟ میخواستم با مامان حرف بزنم. تلفن خرابه دخترم، قطع و وصل میشه. چرا عرق کردی؟ سرت درد میکنه؟ میخوای برات قرص بیارم؟ نه دخترم چیزی نیست، بهتره بریم بخوابیم. همسر برادرتون در پاریس تماس بگیرید. آقای خورسندی، اگه منطقی باشید احساسات رو کنار میگذارید و از عقلتون بیشتر استفاده میکنید. به شما 2 روز یعنی تا پس فردا صبح
فرصت داده شده تا با یک هواپیمای جنگنده از مرز ایران عبور کرده در خاک عراق در موقعیت 307 درجه شمال غربی قرار بگیرید و بعد از طی 50 مایل روی موج 11 با اسم رمز پرنده سرخ 312 خطاب به LGY اعلام کد کنید. پایگاه مورد نظر در طول این 48 ساعت آماده فرود هواپیمای شماست. بعد از فرود معامله تموم و گروگانها زنده خواهند موند. ترتیب اقامت شما در سوئیس و یا هر کشوری که مایل باشید داده خواهد شد. ضمناً در مورد دخترتون هم نگران نباشید. بعد از انجام معامله ترتیب خروجش از ایران داده میشه. تصدیق میکنید که در مقابل جان 3 نفر انسان چیز زیادی ازتون نخواستیم. شما تحت مراقبت کامل ما هستید. با شناختی که ازتون داریم مطمئنیم قبل از هر عمل عجولانه پیرامون مسئله بیشتر تعمق میکنید. چنانچه پای دیگران به این ماجرا کشیده بشه، ظرف چند دقیقه گروگانها طی یک سری حوادث کاملا طبیعی کشته خواهند شد. الو سلام، لطفاً بس کنید دفتر فرماندهی. دفتر جناب صحیح معینی سلطان حسین پور هستم، بفرمایید. سلام، من خورسندی هستم. تشریف دارم؟ جناب سرگل شما این با منزلتون تماس گرفتم، تلفن اشغال بود. جناب سرهنگ با شما کار واجبی دارم. گوشی حضورتون باید برم تو جلسه بهشون اطلاع بدم. گوش کن. نمیدونی چیکار داشتن؟ نه، ولی باید خبری شده باشه که سرهنگ اصرار دارن شما رو ببینن. گوشی خدمتتون باشه؟ الو 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 سلطانی تلفن که جواب نمیده. Vous devez vous adapter à l'exigence qu'on a. Je tiens toujours Camus pour un philosophe, c'est marrant ça. Qu'est-ce qu'on fait demain? On va prendre les cafés. Dis donc, t'es devenu gourmand ma parole. Tu viens de bouffer une tarte à la crème. Comment d'accord, ça d'accord. C'est paradoxal de vouloir à la fois développer les activités de la banque et parallèlement de nous afficher une baisse d'effectifs régulière pour les armées. Sur 17 000 personnes, seulement 30% de grévistes. Eh ben. Alors, qu'est-ce que c'est que cette manière? Pourquoi t'as fait ça? J'ai quand même le droit de regarder la télé si ça me plaît. Tu es un égoïste. Madame, je fais la sieste alors. Sale gaulliste. Ah, tu vas voir. Ah, avec ce trombier, jamais de repas. Va dans ta chambre, laisse-moi tranquille un petit peu, madame. La dernière assemblée générale au sein de la Banque de France. Ce matin, le vais conflit casser semblait la figé. table. Ce soir, la direction vient de reprendre l'initiative en demandant au tribunal de déclarer illégal l'occupation des locaux. Prise dans les 24 heures et entraîner l'évacuation. Les grévistes peuvent toujours négocier sur le pouvoir d'achat et le maintien des effectifs. Ça, je ne peux plus supporter cette vie. Je m'en vais, je te laisse à ta sieste. Espèce de dictateur. Si ce monsieur croit que je vais rester toute une vie accroché à lui, ça, monsieur, vous vous trompez. Sale caractère. Les activités de la banque et parallèlement de nous afficher une baisse d'effectifs régulière pour les armées. Regardez mon programme Sur 17 000 à moi. personnes, seulement 30% de grévistes, indique la direction. Mais regardez, on travaillait à l'intérieur de cette agence, place de la Bastille, ce matin, alors que le de grève en
Monsieur Paul, vous ici, vous Oui, ici. monsieur, oui. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelque chose que je dois vous Ah dire. oui. Attendez, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, monsieur. Il s'agit de madame. Ah oui. Je vais vous qu'est-ce qui s'est expliquer passé? maintenant. Oui, je vous en prie. Oui, toujours. Ah oui. Et après, elle m'a quitté, vous savez. Pas une femme pour Mon vous, bébé, monsieur. elle m'embête toujours. Socialiste, En ballon, pas elle les est socialistes socialiste, dans elle est rouge. C'est de On votre sait où faute, elle est monsieur. allée. Oui, Et sans ma permission. Bonsoir, monsieur. Mon cher Raymond. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Quelque Roussel? chose à moi. Appelez la police. C'est l'affaire de la police à la fin. Comme ça, nous vous débarrasserons de l'avenir. Vous savez, elle m'a quitté. سلام. من دنبال آدمی به اسم فریدون اسدی میگم. تشریف داره؟ من تازه استخدام شدم. تشریف داشته باشید. آقای رئیس نیم ساعت دیگه میان، از خودشون سوال کنید. راستی حال پسرتون چطوره؟ بد نیست. ببینم نتیجه مکاتبه با فرانسه چی شد؟ نوشتم باید صبر کنید تا 9 سالش بشه. یعنی 6 سال دیگه؟ بله، ظاهرا باید از لحاظ فیزیکی به رشد کافی برسه. فکر میکنین امیدی هست؟ بفرمایید. بهبودی کامل که نه. خودتون بچه رو بر نمیدارید برید فرانسه، آلمان یا هر جای دیگه مداواش کنید؟ مسافرت من به خارج مشکل شما که میدونید. بله، شما نظامی هستین. آقای خورسندی، ظاهرا شما هم آمریکا آموزش دیدین، درسته؟ بله، البته نه به طور کامل. مرحله پایان آموزش من مصادف شد با انقلاب. شنیدم آمریکایی ها به بچه ها پیشنهاد پناهندگی دادن. صحت داره؟ بله، ولی شما از کجا میدونه؟ تو این اوضاع درهم و برهم هیچی مخفی نمیمونه. برام جالبه بدونم شما چرا قبول نکردین. راستش برخوردهای شما برای من کمی شبهه به وجود آورده. اومدن من به اینجا به همین دلیله. من از روز اول نمیدونستم برای ترجمه پرونده بچم به جای مؤسسه دارالترجمه به یک دفتر تشکیلاتی مراجعه کردم. خطایی از ما سر زدی؟ ببینید آقای اسدی، امیدوارم ناراحت نشید. من یه آدم ارتشی هستم و هیچ علاقه هم به فعالیت سیاسی ندارم. بهم بگید انگیزتون از فرستادن این همه اعلامیه و نشریه و غیره که هیچ جاذبه‌ای هم برای من نداره چیه؟ ولی تا اونجایی که من میدونم شما اهل مطالعه هستین. برای تو کتابخونه منزل من به جز کتابایی که به مکانیک، گیاهشناسی و تاریخ مربوط میشه کتاب دیگه‌ای وجود نداره. الو، بله بفرمایید. کی؟ نه. وقتی که اومدین احساس کردم ناراحتین، ولی نمیدونستم از ما دل خورین. جناب سروان، هدف ما اینه که با افرادی که در شکلگیری جامعه نقشی ویژه دارند ارتباطی صمیمانه برقرار کنیم. شما آدم روشنفکر و مستقلی هستید. ارتشی که شما درش مشغول خدمتید قادر به ادامه حیات نیست و به زودی منحل میشه. با خصوصیاتی که در شما سراغ دارم ادامه خدمت به نفعتون نیست. صبح بخیر. صبح بخیر. کمالی هستم. گفتن با من کار داری؟ از اینکه مزاحمتون شدم عذر میخوام. من دنبال یه نفر به نام فریدون اسدی میگردم. ایشون 1-2 سال بعد از انقلاب مسئول این مؤسسه بودن. فریدون اسدی؟ بله. بفرمایید آقای خورسندی، شما خلبان هستی؟
بله. نگفتین برای چی دنبالش میگردیم؟ ببینین، من در وضع خاصی به سر میبرم. پیدا کردن اسدی برام جنبه حیاتی داره. مسئله مربوط به نیروی هواییه؟ والا بی ارتباط نیست، به نوعی به خود من مربوطه. فکر نمی کنم بتونید پیداش کنید. اسدی مدت هاست که فراریه. این مؤسسه هم مصادره شده. Qu'est-ce que t'as, petit? Tu tousses trop. Il ne va pas bien. تو خونت قطره تبر پیدا میشه؟ آره، تو یخچاله. Il est dans le frigo. Va le chercher. Oh, d'accord. این بچه حالش خوب نیست. باید برسونیمش بیمارستان. باید تحمل کنه. داداش شما کاری نداری؟ نه. لباساتو میشستم گفتم مامان براتون خیلی خوب. خدا. داری میری مادر؟ آره امروز پیش از امتحان بچه جلسه معلماست، باید زودتر برم. خدافظ. به امان خدا. نگفتن حمیدو کی عمل میکنن؟ هنوز معلوم نیست. فعلا مش کردم. چرا نذاشتی بچه با مادرش حرف بزنه؟ تلفن خرابه. دائم قطع و وصل. کی قراره بری؟ فردا شب. خیلی طول میکشه؟ معلوم نیست. مونس منم شده این رادیو. تا تو از مأموریت برگردی باتریش تموم میشه. اگه بدونی وقتی صدای مارشو میشنوم چه حالی بهم دست میده. دم رفتن اکرم میگفت وقتی برگشتیم اسباب کشی داریم. اگه بیاین اینجا بمونین خیلی خوب میشه. چته مادر؟ حواست کجا؟ گوشم با شما. نظر به این که مأموریت‌های موفقی توسط شما علیه تأسیسات نظامی دشمن طی این مدت صورت گرفته، باعث شده که عوامل ستون پنجم دشمن دست به واکنش‌هایی بزنند و با این جار و جنجال و تبلیغ زیاد حول و حوش هواپیماهای سوپر اتاندارد و موشک‌های اگزوست از طرفی اثرات عملیات موفق شما رو بیرنگ جلوه بدن و از طرف دیگه باعث تضعیف روحیه مردم ما بشه. گرچه ما میدونیم موشک‌های اگزوست کارایی خوبی دارن. بله. خب آقایون متوجه شدید؟ بله. آیا با فونیکس قابل مقایسه است؟ حالا توضیح میدم. خیلی متشکرم. ولی ابزار استفاده از اون که همون هواپیماهای سوپر اتاندارد ضعف‌های زیادی داره که عملاً کارایی این موشک رو خنثی می‌کنه. و این چیزیه که باید روش تکیه کنیم. این هواپیما اولا از نظر حمل سلاح دارای محدودیت‌های زیادیه و قابلیت مانور کمی داره که کاربرد هواپیما رو محدودتر می‌کنه. و ثانیاً رادار این هواپیما اهمیت قضیه برای خود من محرزه. بسیار ضعیف. از طرف دیگه چون این هواپیما یک کابین است، قضیه رو دارم به طور جدی دنبال می‌کنم. و از همه مهمتر بله حتما به دلیل اینکه از دانش انسانی کافی
و استفاده از هواپیماهای مدرن برخوردار نیست نمیتونه به حد اکثر از این هواپیما و به خصوص موشک اگزوست بهره گیری کنه. خب آقایون متوجه شدید تا اینجا کسی سوالی نداره؟ جناب سرگرد در حال حاضر عراق چند تا از این حالا هواپیماها داره؟ در حدود 10-12 تشریف داشته باشید با شما خارج ضرب 10-12 تا. بله ولی این یه اصل ثابت شده است. تجهیزات بدون دانش کارایی چندانی نمیتونه داشته باشه و همینطور یادمون باشه که در حال حاضر به علل نقایصی که این هواپیما داره کشور سازنده در فکر جایگزینی جناب سرهنگ، زن و بچه من در وضعیت خطرناکی هستن. شما از همون لحظه اول که از موضوع مطلع شدید باید ما رو در جریان میگذاشتید. چرا متوجه نیستی؟ من با یه عده تروریست طرفم که مثل آب خوردن آدم میکشن. این جریان فقط یک تصفیه حساب شخصی نیست. اونایی که دست به این کار زدن دقیقاً اهداف سیاسی رو دنبال میکنند. تصورشو بکنین وقتی رسانه های جمعی بفهمن یک خلبان ایرانی به عراق پناهنده شده چه قوقایی تو دنیا به راه میندازن. حفاظت اطلاعات بگیر بگو جوادپور یه دقیقه بیاد دفتر من. جناب سرهنگ، این ماجرا برمیگرده به گذشته. مسئله مربوط به دیروز و امروز نیست. منظورت چیه؟ من پاکگیج شدم. اصلا نمیدونم چرا منو انتخاب کردم. خیلی وقته که منو تحت نظر داره. ناصر کی تو رو تحت نظر داره؟ موضوع مربوط به شخص به خصوصی نیست. من با یه تشکیلات طرفم. اول سعی کردم با دوستی و صمیمیت مجابم کنم. بعد با نامه و تلفن تهدیدم کردم. حتی مجبور شدم خونم عوض کنم. من مسئله رو به حفاظت گزارش کردم. ولی چون یه مدت غیبشون زده بود دیگه پیگیرش نشدم. بفرمایید. فرمایشی نداریم؟ عرضی نیست. بگید فعلا کسی رو نفرستم. بله قربان. بشینید. متشکرم. داشتم متقاعد می شدم که برای صحبت با شما بهترین راه اینه که به عنوان کابین دوم باهاتون پرواز داشته باشم. چایتون سرد نشه؟ ممنون. با اجازهتون با عملیات هماهنگ کردم. قرار شد پس فردا صبح پرواز داشته باشم. مانعی نداره. اما طبیعیه که نباید عجولانه تصمیم بگیریم. ولی موقعیت پایگاه هم در نظر داشته باشیم. من باید نتیجه رو زودتر به ستاد اطلاع بدم. خب چی کار میخواین بکنیم؟ شما حالتون خوبه؟ آره چطور مگه؟ تصمیم سریع و سرعت عمل از مشخصات یک خلبانه. بالاخره من باید در ارتباط با مسائل پایگاه در مقابل ستاد جوابگو باشم. خیلی سخت میگیرین سرگرد. اینقدر مشکل نیست. من که فکر میکنم از عهده این مسئولیت به خوبی برمی‌آیم. البته تصمیم نهایی با خود شماست. شما دارید از چی صحبت میکنی؟ عجیبه. مگه بهت اطلاع ندادن؟ چی رو اطلاع ندادن؟ در مورد مسئولیت طرح و برنامه. سلام، چطوری؟ یا کرام الکاتبی.
سرهنگ در مورد من چی اول سلام. سرهنگ در مورد من چی بهت گفته بود؟ سرهنگ در مورد مسئولیت طرح و برنامه. قبول کردی؟ با مبارکه. من اصلا خبر نداشتم. گفت پیغامو به تو داده. دیشب که تو نیامده رفتی خونت زنگ زدم کسی گوشی رو ور نداشت. حالا مگه چی شده قربان؟ ناصر تو چته؟ چرا همش تو خودتی؟ تو جلسه هم که پرت و پلا میگفتی. اینقدر حواست پرت بود که کاپشن من اشتباهی برداشتی رفتی. مال من؟ آره. الو بفرمین. خانم بچه هست. یا کرام الکاتبی. وصلش کن. الو سلام عیال چطوری؟ حالت خوبه؟ نه بابا رو زمینم. La petite Monique aussi s'est perdue dans le grand magasin. Et enfin, Madame Rousseau, qui à dire de son mari, a quitté la domicile conjugal depuis hier, n'est pas encore rentrée. La police attend les renseignements des honnêtes citoyens pour la retrouver. Et maintenant, les points de l'actualité avec Catherine Chauvet. این وضع تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ چرا حرف نمیزنین؟ منم حق دارم بدونم. ما اجازه نداریم با کسی صحبت کنیم. Imbécile, maintenant tous les voisins vont se dîner. بفرما. کار باز. امین تو. J'arrive. Faites gaffe. خیلی طبیعی رفتار میکنی. اگه خواست بیاد تو بگو بچه ها خوابیدن خودت هم میخواید دوش بگیری. از سمجم هیچ نمیتونی. مواظب رفتارت باش. بیا. Oh, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ce bruit était d'où chez vous? Oui, rien de grave. Quelques verres est cassé, monsieur. Vous avez des belus sur le visage. Mais ce n'est rien. Je me suis cogné à la porte. Vous êtes rentré quand? Il y a un quart d'heure. Mais comment? Hier après-midi, quand vous n'étiez pas à la maison, ma femme est allée chez vous. Oh, je ne sais pas. Je n'ai aucune nouvelle. Oh, tu vas comme ça méchant. Viens chez moi. Allez, bonsoir. گوش کن بابا اشغاله. یالا بازم میگید میخوام با داداش حرف بزنم. دیگه داری اذیت میکنی. ازم بود قرم چرا نذاشتی با ما اینو برم. معذرت بابا شما دیگه منو دوست نداری. چرا بابا خیلی دوست دارم. منم خیلی شما رو دوست دارم.
حالتون خوبه؟ آره دخترم خوب. شما دارین گریه میکنی؟ گریه؟ نه بابا جون. میدونم دل فوزه مامان تنگ شده. آره خیلی ناگلا. الو مامان جون سلام. مامان صدات نمیاد. الو بابا حرف نمیزنه. الو بله خودم هستم. فراموش نکنین مهلت داده شده به هیچ وجه تمدید نمیشه. الو گوش کن ببین چی میگم. مسئولیت زن بچه من به عهده شماست که برای سرشون بیاد همتون رو با آتیش میکشم. شما این مادر حسن بیا پایین. تاریخ نمیتونم بیام. تو مادر رو ببر من بچه ها رو ببرم. بابا من میترسم. خدا سلیمت کنه سردار. بابا جون شما میترسیم. نه بابا چه نه من سردمه بابا. خانم تو این هیرو بین شیشه شیر بچه رو از من میخواد. اونو هاش بکنه دو اینو ستاره ها. Pas encore rentré. Je suis très inquiet. Sur le champ, nous vous apporterons de danger. Mais non, pas du tout. Il est très gentil. Merci, beaucoup. J'allais oublier. Vous savez, notre lavabo est bouché. Il me semble que notre pompe est chez vous. Voulez-vous me la donner, s'il vous plaît? Oui, attendez un instant, je vais la chercher. Merci. Voilà votre pompe, monsieur Rousseau. De quoi s'agit-il? Monsieur le commissaire, c'est moi qui vous a téléphoné. Dans cet appartement, dans cette maison, il se passe des histoires bien louches. Avec mes propres yeux, j'ai vu un individu qui brandissait un pistolet. Ce n'est pas catholique.
Je pense que ma femme est dans cet appartement. Faites quelque chose, monsieur le commissaire. Faites quelque chose, sinon ils vont la tuer. Oh Alors, soyez tranquille, je vous prie de rester ici. Calmez-vous. La police s'occupera de tout, hein. Seulement laissez-nous faire notre boulot, je vous en prie. Contactez le patron. ممینتم هست. مریم نترس، من با تفنگم حسابشو میرسم. مادر داری میری؟ آره مواظب بچه ها باشی. خب بابا جون من دارم میرم. کی برمیگردی؟ 1-2 هفته بیشتر طول نمیکشه. بابا نمیشه با هواپیمای شما بریم پیش مامانینا؟ دایی جون منم میخوام بیام. ببین لباس خلبانی من پوشیدم. اینجا چه دی؟ آفرین پسر خوب. شما کاری نداری؟ خدا به پناهت. داداش اگه خواستیم تماس بگیریم به دسفول زنگ بزنی؟ نه شماره دسفول عوض شده. من با پایگاه تماس میگیرم براتون پیغام میذارم. خب دیگه من باید برم. بده منم بوسش کنم. چی شده مادر؟ هیچی مادر جون. خواستم یه بار دیگه ببینم. ناصر چرا به من نمیگی چی شده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده مادر. نمیدونم چرا دلم شور میزنه. مگه اولین بار من دارم میرم مأموریت؟ تو رفتارت عوض شده ناصر. همش تو فکری. این زبون به دندون گرفتنت جگرم و آتیش میزنه. شما بی خود نگرانید مادر. اگه میخوای بری برو، ولی مواظب خودت باش. یتیم شدن بچه خواهرت کمرمو شکست، اما تحمل کردم. ولی داغ تو نمیدونم. برین تو هوا سرده. سپردمت به صاحب این امامزاده. خدا پشت و پناهت باشه پسرم. خداحافظ. بچه رو بردار. از اینجا میریم. کجا؟ بعدا معلوم میشه. Allez, grouille-toi, debout. چه بلایی میخوان سرمون بیارن؟ من از جام تکون نمیخورم. آخه کجا میخوان ما رو ببرن؟ چرا دست از سرمون بر نمیدارن؟ زیاد حرف میزنی بلند شو ببینم. دست نزن. را بیافتین. آدم نیستن اینا. بیا. و تو وریفیه؟ Oui, le passage est libre, on peut y aller. نگران بچه نباشه. دایی کجا دارم ما رو میبرن؟ نترس دایی نترس. خیلی خوب. خیلی آروم. پشت سر هم. اول تو. روی. حالا تو بیا. یلا. سوی moi.
Attention, attention. Allô, ils sont complètement bloqués. Ça chauffe et ils commencent à tirer. Voilà. Vous êtes cernés de tous les côtés. Pas moyen de fuir. Arriveront dans un instant, mon capitaine. On vous attend. Avec le terroriste Marvel. Voilà un des otages, une jeune fille iranienne. Bon, je vais parler avec elle. Bon, madame, essayez d'expliquer. Bon, ce blessé, est-ce qu'il est votre parent? Bon, madame, s'il vous plaît, répondez-moi pourquoi vous... Non, on va parler avec des autres témoins. Laissez-moi, je ne peux pas parler. Vous savez, ma femme aussi, elle était parmi les otages, on ne sait pas pourquoi elles l'ont prise. Et vous, madame, vous étiez au restaurant? D'accord, d'accord, d'accord. Ça va, merci. Bon, chers spectateurs, maintenant vous savez tout sur ce drame sanglant. Je vous souhaite... خب پس موقعیت تارگت هم که معلوم شد. خودکارتو بدونم مسئله یادداشت کنم بیا. مرسی. جلالی جان ببین مسیری رو که من رو نقشه نشونت میدم محلشو دقیقاً به خاطرت بسپر. رضا در این نقطه باید بریک کنی به چپ مسیرتو تغییر بدی. محل سایت‌های موشکی رو نگفتی؟ من و ناصر قبلا این مسیر رو رفتیم. مواضع پدافندیشو میدونیم. شما تو بال ما باشین مشکلی نداریم.
تندر فلایت خزش کنید به باند 31 راست. باد آرام، فشار 29.93. تندر فلایت وارد باند بشین، آماده پرواز شدین گزارش کنید. خفاش برج، تندر 1 و 2 آماده خزش هستن. شنیدم برج، پیامتون دریافت شد. فلایت تندر آماده پرواز. تندر فلایت clear for take off. موفق باشید. نمبر 1 ready for take off. Roger sir. مرتضی در 35 مایلی تارگت چکای لازم انجام بده. شنیدم. در 10 مایلی تارگت بریک میکنیم به راست. هدف درست روبروته. شنیدم. ناصر میخوام باهات با چنل خصوصی صحبت کنم. چی میخوای بگی؟ حرفتو بزن. تو بالاخره نگفتی چیز. نمیخوای حرف بزنی؟ یک مسیرشو تغییر داده. از دید منم خارج شده. منم نیست. سعی کن هر طور شده باشه ارتباط برقرار کنی. ناصر چرا جواب منو نمیدی؟ مسیر داری اشتباه میری. خب فاش ستاد فرماندهی. ناصر تو صدای منو میشنوی؟ من صدای تو رو ندارم. ناصر میشنوی؟ شاید گوشی من خرابه. اگه صدای منو میشنوی تا حالا 15 مایل از مسیرمون دور افتادیم. تندر خفاش. ناصر سعی کن روی چنل دیگه بتونی با من تماس بگیری. وضعیت اضطراریه. چرا جواب نمیدی؟ با تو هم حرف بزن. هیچ معلوم هست کجا داری میری؟ الجبال صدای منو میشنوی؟ تعال هو أخيرا لقد وصل. سأخبر القائد بالأمر. من برج المراقبة إلى القيادة. من برج المراقبة إلى القيادة. الطائرة الإيرانية في قبضتنا. از LGY به پرنده صبح 312 به گوشم. اینجا پرنده صبح 312 به گوشم. از LGY به پرنده صبح 312. LGY صدا تو شنیدم به گوشم.
پرنده سرخ 312. صدای شما مفهوم نیست. موقعیت رادیال 45 ارتفاع 20 سرعت 400 نوت. شنیدم پرنده سرخ 312. به گوش باش. از همکاریتون متشکرم. همه چیز برای فرود شما آماده است. از LGY به پرنده سرخ 312. اینجا پرنده سرخ 312 به گوشم. پرنده سرخ 312. صدای شما مفهوم نیست. موقعیت رادیال 15 درجه ارتفاع 5000 پا سرعت 350 نوت. حرف بزن ناصر. هیچ معلوم هست چیکار داری میکنی؟ LGY چیه؟ صدای منو میشنوی؟ پرنده سرخ 312. من مترجم پایگاه مورد نظر هستم. از همکاری شما متشکرم. همه چیز برای فرود شما آماده است. لطفاً به موقعیت 312 درجه شمال غربی اصلاح مسیر کنید. Get the camera ready. The airplane is landing in a few minutes. The camera is ready. Prepare the next step. استعد! تحرك. أهلا ومرحبا سيدي. شكرا. سيدي أخبرنا برج المراقبة بأن الطائرة الإيرانية ستهبط بعد لحظات. حسنا حسنا. ما زلت أستمع لتقريري. سيدي الطائرة الإيرانية على بعد 40 ميلا من الغالب. أخبروني بالحادث لحظة بلحظة وأبلغ غرفة العمليات بذلك. از LGY به پرنده سرخ 312 برای فرود از باند 5 راست استفاده. لحظه با شکوه. موفق باشید. تمام. ناصر واقعا میخوای بشینی؟ اینجا باند دشمنه. Try to take good pictures. I need them for the magazine. All right. Dear audiences, we are already speaking from one of the Iraqi Air Force bases. After a few minutes, we'll have an Iranian plane in this airport as a refuge. Dear audiences, as you see, the Iranian plane is landing now. الإيرانية سيدي لغتها اتصاله فرغة. أين سبطان من هنا؟ تهيأ تهيأ ارمي. چه غلطی میکنی احمق؟ أبلغ المضادات الجوية لضربها.
الطائرات فورا. دیگه هیچی واسهشون نداشتی؟ چرا؟ یه چیز مونده. داره میاد به طرف برج. من که پاک گیت شدم. قضیه چی بود ناصر؟ بریم پایگاه، همه چیزو برات تعریف میکنم.